این آقا با کلی بدبختی از دست این نظامیای دشمن که اومده بودن زندگیشو تموم کنن با خوششانسی زنده میمونه، ولی توی بیابونای وحشی ایالات متحده گم میشه، اما بعد توی چند مایلیش خونه‌های ساخته شده میبینه. تو همین حین نظامیای دشمن که باید به هدفشون دست پیدا کنن تعقیبش میکنن. واسه همین به داخل یکی از خونه‌های اونجا میاد تا کمک پیدا کنه، ولی به جای آدم فقط این چند تا نمونه شبیه به انسان اونجا بودن. بعدش هم میاد توی خیابون، ولی اونجا به جز نمونه‌های عجیب هیچ کسی نبود که این باعث شد همون موقع یه چیزی بفهمه. اون متوجه شد که اونجا یه منطقه آزمایشی بمب‌های هسته‌ای هستش که ایالات متحده بمب‌هاش اونجا آزمایش میکنه و الان هم نظامی‌های ایالات متحده واسه آزمایش می‌خواستن یه بمب اون منطقه‌ای که ساخته بودن بزنن. نظامیای دشمن هم که فهمیدن قضیه چیه داخل ماشین شدن تا خودشونو نجات بدن. اون آقا هم فقط 15 ثانیه وقتش که فاصله‌اش از اون منطقه زیاد کنه، اما چون زمان خیلی کم بود به داخل یکی از خونه‌های اونجا میاد. بعدش یخچالو کاملا خالی میکنه و اومد داخلش تا نجات پیدا کنه، اما